رقص جالب و باور نکردنی آریانا سعید در عروسی خواهرزاده‌اش. افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی آریانا سعید با حسیب ساید و افشای حقایق ازدواج پشت پرده آریانا سعید که اصلا آگاه نیستید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار و سلیره در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقه‌مندان و دوستداران صدایش در مدت خیلی کوتاهی کسب کرد. آریانا سعید با آنکه هنر موسیقیش را 15 سال قبل آغاز کرد، ولی در مدت خیلی کوتاهی توانست در دلهای مردم افغانستان جایگاه هنری خوبی برای خودش کسب کند. وی در بزرگترین برنامه‌های موسیقی در افغانستان اجرای وظیفه می کرد، از جمله ستاره افغان، ابر ستاره و صدای افغانستان. آریانا سعید اما سال کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کند. کنسرت‌های آریانا سعید مورد حمایت و استقبال گرم افغان‌ها قرار می‌گیرد. یک مدت طولانی می‌شود که آریانا سعید دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است. وی در کشور ترکیه زندگی می‌کرد و یگانه دلیل دوری آریانا سعید جراحی‌های مکرر صورتش بوده است. آریانا سعید چند روز قبل در عروسی خواهرزاده‌اش با شکل و شمایل جدیدش ظاهر شده است و می‌رقصد. رقص‌های آریانا سعید در این عروسی در صفحات مجازی نشر شده است و قرار است آریانا سعید با حسیب ساید تا یک ماه دیگر در کشور ایتالیا ازدواج کند. مراسم عروسی آریانا سعید با حسیب ساید خیلی مختصر و کوتاه برگزار خواهد شد. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا داریم. آرزوی موفقیت و کامیابی برای آریانا سعید و حسیب ساید هم آرزو داریم. همراهان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و حسیب ساید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.